10 مکان نفرین شده که جرأت رفتن میخواد. Are you ready? 1. جزیره عروسک‌ها، مکزیک. جزیره‌ای پر از هزاران عروسک آویزان شده از درخت‌ها. گفته میشه روح دختری که غرق شده اونجا پرسه میزنه و شب‌ها عروسک‌ها چشمک میزنن و پچ پچ میکنن. 2. قلعه دراکولا، رومانی. افسانه‌های خوناشام معروف ولاش دراکولا به این قلعه گره خورده. بازدید کنندگان گزارش دادن که احساس تعقیب شدن و صداهای عجیب داشتن. 3. جاده نفرین شده کلینتون، آمریکا. این جاده پر از داستان‌های ارواح، اتومبیل‌های ناپدید شده و حتی موجودات ناشناخته است. شبگردی در این مسیر ممنوع، دلضعیف است. 4. جنگل خودکشی آواکیگاهارا، ژاپن. در دامنه کوه فوجی، محل خودکشی صدها نفر. سکوت وهم‌آلودش بدون پرنده باعث شده به عنوان یکی از ترسناکترین نقاط زمین شناخته بشه. 5. جزیره پاوگلیا، ایتالیا. قبلا محل قرنطینه طاعون و بعدها تیمارستان روانی. گفته میشه خاک جزیره از خاکستر انسانه. حتی ماهیگیرها هم نزدیکش نمیشن. 6. قبرستان هایگیت، لندن. گزارش‌هایی از خوناشام‌ها، اجساد متحرک و سایه‌های شبح مانند. یکی از اسرارآمیزترین قبرستان‌های اروپا. 7. خانه آمیتیویل. جنایات وحشتناک خانوادگی و اتفاقات ماورایی که بعدش افتاد باعث شد حتی خریداران بعدی هم فرار کنند. 8. معبد نفرین شده نانمادول، اقیانوس آرام. خرابه‌های یک تمدن گم شده روی آب. بومیان باور دارند که وارد شدن به آنجا خشم ارواح باستانی رو بیدار می‌کنه. 9. معدن طلای کمبرلی، آفریقای جنوبی. باور دارند که طلا اونجا نفرین شده است و هر کی برداره به بدترین شکل می‌میره. 10. مثلث برمودا، اقیانوس اطلس. مکان ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها بدون هیچ اثری. برخی میگن کار بیگانگان فضاییه، برخی دیگه معتقدن مکانیه که قوانین فیزیک متوقف میشن.